اگه فکر میکنی بازی‌های قدیمی جذاب نیستن، این یکی میتونه نظرتو عوض بکنه. درود دوستان، من محمد نرگو هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. امیدوارم وقتی که داری این ویدیو رو میبینی حالت توپ باشه. میزونه. طبق روال همیشه میخوایم بریم سراغ بازی‌های قدیمی و نوستالژی. منم خوشحال میشم که حتما کانال منو سابسکرایب بکنی و اون زنگوله بغلشو بزنی که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم زودتر از همه متوجه بشی و بیای کلیپو ببینی و لذتشو ببری. آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام براتون این زیر میذارم که از اونجا هم اطلاع رسانی بکنیم برای ویدیوهای جدید. بریم تیزر رو ببینیم بیایم و بریم سراغ معرفی بازی که قراره انجام بدیم. Let's go. بازی که قراره با هم دیگه امروز انجام بدیم چیزی نیست جز اینتر د ماتریکس. ولی خواهش میکنم ازتون حتما از ماتریکس خارج بشین. هیچ وقت تو ماتریکس نمونید. منم به خاطر همین عینک زدم که از ماتریکس خارج بشم. احساس میکنم وقتی راجع به بازی توضیح میدم یکم خسته کننده است. وقتی شما بازی رو ببینید، گیم پلی رو ببینید، اون موقع متوجه میشین که اون بازی چیه، اصلا ارزش بازی کردن داره یا نه. که 100% بازیایی که من معرفی میکنم همشون ارزش بازی کردن دارن. تو کامنت ها حتما به هم بگین اون کسایی که این بازی رو انجام دادن و باهاش خاطره دارن. حتما برام بنویسید تو کامنت. بدون هیچ صحبتی بریم داخل این بازی جذاب. بازی ماتریکس تقریبا برگرفته از فیلم ماتریکس هستش. البته صحنه‌هایی تو بازی هست که شاید تو فیلم شما اصلا ندیده باشین. و خود بازی ماتریکس چند تا نسخه داره. یعنی چند تا ماتریکس ما داریم. به نظر من بهترین نسخهش همینیه که من بهتون معرفی میکنم. اینم میذاریم روی نورمال که ببینیم به چه صورته. احساس میکنم هارد دیگه نباید هیچ بازی رو بذارم. یه سری از تیکای فیلمش هم تو بازی بهمون نشون میده. گفتم یک مقدار برگرفته از فیلمشه. تیزرشو کاری نداریم، ما رد میکنیم میره. چیزی که یادمه بله اینجا بهمون میگه که میخوای این مرده باشی سمت چپیه یا میخوای این زنه سمت راستیه باشی که ما 100% مرد رو انتخاب میکنیم. من اینو بزنم بالا، احساس میکنم خیلی داره دیگه چیز میشه. چه موهاش باله. ببینی همشون عینک دارن. تو باید عینک رو داشته باشی. اگه عینک رو نداشته باشی، من دارم و این بالاست. اگه فیلم ماتریکس رو دیده باشین کاملا متوجه میشین که این بازی دقیقاً چیه، چی رو داره به تصویر میکشه و اینکه الان مثلا تلفنی یهو ظاهر شد میتونه چی باشه. باید حتما فیلمش رو ببینید که متوجه بشین داستان از چه قراره. خیلی خوب، اینجا شروع میشه بازی. اینم مثل بازی مکس پین، یه چیزی مثل این سمت راست میبینید پایین اینجا که زده فوکوس، یه چیزی مثل صحنه آهسته مکس پین میمونه. یعنی دقیقا مثل اون صحنه آهسته میشه و شما تو اون که صحنه آهسته میشه میتونی یه سری حرکات انجام بدی. حالا بریم جلوتر خودتون میبینید. کلا موزیک این بازی هم خیلی خفنه. میبینید این صحنه آهسته‌ش. من دوست دارم کلا اینا رو با چک و لگد بزنم. چه خفن. بیا جلو بینم. اوه چقدر زیاد شده. عاشق این حرکتش بودم. اینجوری برم عقب، اینجوری یته پرنده بیا. یه یته پرنده نخورد. کجا بودی؟ اینجا اصلا چرا ما اومدیم؟ اینجا کجاست؟ یادم نیست این یه تیکشو. خب اینجا باید دنبال چیزی باشیم. خب اینجا که بسته است. فکر می‌کنم اصلا اشتباه اومدیم. من خودم احساسم اینه که ما اشتباه اومدیم. ما همون مستقیممون رو میریم. یه نفر اینجا، من دوست ندارم اینو ببینم. مظلوم واقع شده، میکشمش که بنده خدا. کلا صحنه‌های درگیریش به نظر من
خیلی جذابه و همینطور صحنه آهسته. حتی میتونی موقعی که میخوای درگیر بشی صحنه رو آهسته بکنی. کلا تیزرینا هم زیاد نشون میده وسط بازی، یه چیز طبیعیه تو این بازی. بعد فکر میکنم جزو اولین بازیایی بود که به دیوار اینجوری تکیه میداد و دید میزد. فکر میکنم. همه جا که بسته است. بیا اینجا ببینم. یه پرنده شوتشون میکنم. جانم. ببین ما به هیچ کی رحم نداریم چون ما تو ماتریکسیم. میخوایم از ماتریکس خارج بشیم. ای بابا همه جا بسته است. چرا آخه این در رو با ما میذاری وقتی بسته است جلوتر؟ چی کار اینا دارم آخه؟ واقعا یه یته پرنده هم دوباره به این. این بازی اصلا احتیاج به توضیح نداره به نظرم. بعد چی گفته؟ Find the way inside. خیلی جذاب. آها اینجا خودش با فلش یه چیزی رو نشون داده. اون با اف هم باز میشه. من دارم خودم اذیت میکنم هی دونه دونه میذارم باز میشه. خودش هم سیو میکنه. این باز نکته خیلی مثبتیه. ببین چه بال میدوه. ببین اینه دستش جا میاره بالا. جالب نی؟ چجوری داری اینقدر شوتشون میکنه؟ جالبه ولی بازم چه بال میره بالا. باز این بیگانه ها رو من زدم. بذارم با تفنگ بکشه. ببینید صحنه واسه دیدین؟ فعلا تفنگا رو غلاف میکنیم. حالا اینجا رو این چه راحت کشته شد. این چه خفن بود خدایی. این همین سینه دیوار رو میگفتم که عقب‌تر بهتون نشون دادم. گفتم به دیوار میچسبه. حتی میچسبید اینجوری میومد بیرون و میتونستی راحت بکشی. یه تفنگ کشیدیم. اینا همه تفنگ کشیدن دیگه تمام. من یادمه که باید میرفتی اینجا رو بالا. حالا بریم شاید دارم اشتباه میکنم. آره میگم این که میبینید داره با همون صحبت میکنه این داره کنترلمون میکنه. یعنی میبینه ما کجاییم. میبینه ما داریم چی کار میکنیم با کیا مبارزه میکنیم. اوه اینجا فکر میکنم از اینجا دیگه تقریبا شروع میشه بازی فکر میکنم. فعلا اینا رو بزنیم شتک بکنیم تا بریم جلو. اینجا یادمه یه جرثقیلی چیزی از این بالا بر لیفتراک میگن. آره لیفتراک. ولی ما میریم از این برش صحنه آهسته یهت پرنده میزنیم یه جوری که جفتشون هم شتک بشن. یادشون باشه با ما نباید در بیفتن. همیشه بهترین دفاع حمله است. اینو از من یادتون باشه. خب اینجا که کسی نیست. بخوام مثل جان ویک همه رو شتک کنم. همه مردن؟ خودمون نفهمیدیم ولی همه مردن. بعدش خوبیش این بود که خونش پر میشد خودش. میبینید خوبیش این.
این تفنگ خوبا رو اصلا دلم نمیاد هیچ وقت استفاده بکنم، نمیدونم چرا. هیچ وقت دارم تو هیچ بازی یا من خوشم نمیاد تفنگ خوبا رو استفاده کنم. حالا معلوم نمیخوام باشون چیکار بکنم. آها اینجا دودزا میندازه و باید ما فرار بکنیم از اینجا. اگه زود فرار نکنیم خفه میشیم. اینو یادمه. این داره بهش میگه که از کجا فرار بکنین. اینا هم ماسک دارن دیگه، چیزیه که واضح خودتون دارید میبینید و هیچ اتفاقی براشون نمیفته، فقط واسه ما اتفاق میفته. اینجا باید وایسم این فوکوسم پر بشه. اینجوری باید بپریم. جانم خداییش یادم بود این یه تیکه رو یادم بود. حرکت رو حال کردی؟ فرض کن بازی که سال 2000 ساخته شده انقدر خفنه، شاید هم 2003. معمولا بازی که معرفی میکنم حداقل کمش برای 15-20 سال پیشه. کجا باید حل فرور. کجا میبینی؟ گلوله هاشو میتونی ببینی وقتی صحنه رو آهسته میکنی. خدا رو شکر. اوکی رد میکنیم. در باز نکردید یادم میمونه. بیف کنید باش، سیم کلاج میبورین. بابا مرده بنده خدا رو چیکار دارم من؟ چرا من با دست درگیر میشم وقتی تفنگ هست؟ جگرگره. چرا من این کارو میکنم خدا وکیلی؟ یکی به من بگی. ولی حال میده کلا با دستم میزنی. اینجا دیگه نمیشه. بابا بزن با تفنگ بزن جون مادره. چه شانسی پریدم تو شیشه. بمیر دیگه. کجا باید بریم؟ ما همه جا داریم. اینو خفه میکنه. من گفتم چرا میرم پشت این علامت دست میاد. بندگان خدا نباید این کارو میکرد. کجا نگاه میکنم؟ اینو خفهش کنم بنده خدا رو. آزار دارم یکم. دوست دارم اذیت کنم. چرا گفت برگرد؟ اینجا باید اینو روشن کنم. چون میشه شد دیوار. حالا بریم فرار کنیم. باید در اینجا رو با هم میکردیم. خیلی خوب دوستان، مرحله اول این بازی رو با هم دیگه تموم کردیم. امیدوارم که از گیم پلی این بازی لذت کافی رو برده باشی. حتما کانال منو سابسکرایب بکن و اون زنگوله بغلش رو بزن. خیلی مهمه. چون زنگوله بغلش رو بزنی هر موقع من کلیپ بذارم سری نوتیفیکیشنش براتون میاد و سری میای اون کلیپ رو میبینی و لذتش رو میبری. حتما ویدیوی منو لایک بکن و برام کامنت بذار که منم انرژی بگیرم و با انرژی بیشتری برم سراغ بازیای قدیمی و خفن. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشی. مرسی که کنار من بودی. امیدوارم هر جا که هستی موفق باشی. بدرود.
رود. نصب. بدرود.